خانواده محکموف‌ها در دهه رباط نو شهر کانی بادام ماتم دارند. روز 18 اکتبر تنی به جان فرزند این خاندان را از سردخانه دوشنبه آوردند. شاهرخ محکموف چند ماه اولی از کریه در ولایت ختلان و 6 ماه اخیر در ناحیه‌های بلندکوه منطقه پامیر خدمت می‌کرده است. سپاردن یک 6 تمی چند کس اومد، 6 کس می 5 کس می نمیدونم یک ماشین کتی افسرهای سالدات‌های کسل شد. همین خیلی کسل شده گذشت. оғилчамга даъватнома кимаган. برای پسرم دعوتنامه نامده بود. به سبب بیماریش در بیمارخانه به قید مانده بودیم. پسرم درد گلو و زوب داشت. دلش هم از سردی ورم کرده بود. من بارها به کمیسریات حربی مراجعت کرده بودم که پسرم را به قسم‌های نظامی نزدیک به خانه منجای کنند تا رفته از حالش خبر گیرم. ولی آورده میدهیم گفتند و نآوردند. در مرگنامه سرباز نارسایی کار دل و رگها را سببی فوت نوشتند. پیوندانش هم میگویند که اصلا به ارتش بردن شاهرخ نادرست بود و روز 10 اکتبر سال گذشته و در زادروز 18 سالگیش مجبوری به کمیسریات حربی برده شد و گفته نزدیکانش به غیر از بیماری مرگ شاهرخ سببهای دیگر هم داشته است. оғилчам охирgi payt اونچalik مزه‌اش bo'lmagan. وقتی آخر سلامتی پسرم بد شده است. درد گلو و دلش زیاد و هم بسیار نفس تنگ شده است. می گفت که مناسبت در جای خدمت خوب نیست. پسرم را دیگران لطوکوب کردند و من فکر می کنم که وی از بیماری خودش وفات نکرده است. او را دیگران کشتند. o'g'lim o'z nimasi bilan o'lmadi. o'g'lim da urib o'ldirdi. من اوی میکنم که کلت خوردگی. اما طرف اما جگر کپ بود. روش تراش شده همون دیدم. این چیزی میگوید پوچکش همجش خیلی زرد دوای. نزدیکان شاهرخ محکموف طلب دارند که مرگ او همه جانبه سنجیده و گناهکاران یافت شوند. فوت یک سرباز تاجیک در قسم نظامی در حال است که 3 هفته بعد موسم تیر ماهی سفربری جوانان سین دعوت به ارتش تاجیکستان جریان دارد. مقامات همواره میگویند که جوانان بیمار یا عذردار به عسکری بردن نمیشوند، ولی همیشه معلوم می شود که واقعیت چنین نیست. همچنین شکایت ها از بدرفتاری در نیروهای مسلح کم نمی شوند.